قاعده 20 معنای کلمه طیبه را به طور دقیق بفهمیم. معنای کلمه را روزگار ما و شما خواندیم نه؟ لا اله چه قسم میگیم؟ لا اله نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از کی؟ بغیر از الله. و عبادت الله را، عبادت ذات الله را و اطاعت از شریعت الله را به طریقی کی میکنیم؟ محمد رسول الله. این معنای کلمه را بسیار دقیق باید بفهمیم. بسیاری کسان معنای کلمه را نمیفهمند. معنای کلمه چی هست؟ لا اله نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شود و قانون شریعتش تطبیق شود، نیست هیچ کس مستحق ازی الا الله، بغیر از الله. اول باید معبودای باطل چی کنی؟ نفی کنی، بگی که هیچ کس مستحق ازی نیست الا الله، بغیر از الله. آل عبادت ذات الله را و تطبیق شریعت الله را به طریقی کی بکنیم؟ خود کلمه میگه به طریقی کی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس از معنای دقیق کلمه طیبه. وقتی که کلمه طیبه را میخوانیم